رویدادهای فرهنگی هنریمون میپردازیم، چون نفع جامعه پیرامونی رو از نفع خودمون نه اینکه مجزا نمی‌بینیم، بلکه لازمه موفقیت خودمون می‌بینیم. پس این در عرصه پیرامونی. در عرصه داخل هم همینجوری هست. اینکه ما الان بیایم بگیم که یه بخش خصوصی اومده تمام کارهایی که داره اینجا پیشنهاد میده که اتفاقا احتمالاً به ذهن شما خطور کرده باشه که او چقدر از این فعالیت‌ها را قرار بکنید، نه اصلا نه تخصصش رو داریم ما، نه میتونیم به این راحتی آدم‌ها رو بیاریم مثل کارمند استفاده بکنیم، مثلا قائل نیستیم به این شیوه کارمندی. لذا بر این باور هستیم که اتفاقاً هر کارکردی رو بتونیم چه به صورت موضوعی در داخل مجموعه، چه به صورت شبکه‌ای در شهر و حتی در کشور رو اندازی بکنیم. به طور مثال در موضوع مرمت، خب ما به این عنوان که یک مرکز ایجاد بکنیم که مورد اعتماد عموم قرار بگیره، یعنی بدونن که این آثاری که دارن، آثار معمولی که عمدتاً دارن، اینجا ارزیابی میشه، درجه هنریش مشخص میشه، حتی میتونه در یک بازار متعادل قیمتش هم کم کم پیدا بکنه و بعد بسپاره اینجا، بدونه که اینجا خوب مرمت میشه، با قیمت معقولی برگردونده میشه بهش. طبیعی است که اگه بخوایم ما تمام این کارا رو بکنیم، مسئولیتی چی 4 برابر مسئولیت هم نمیتونه. پس لاجرم اینجا لازمه این هست که اون گروه کارشناسی رو متمرکز بکنید، اطمینان رو ایجاد بکنید، با شبکه مرمتگران در کل جامعه شهریمون دست کم ارتباط برقرار کنیم. البته این در کل به نظر ما اون موقع میرسید که وظیفه میراث فرهنگی است، ولی الان با توجه به بار و توشه‌ای که در اصولا نهاد حاکمیت هست و نگاه‌های جدیدی که داره پدید میاد، فکر می‌کنیم که بخش خصوصی اتفاقا بتونه موضوع فعال بشه. یعنی آثار مال مردم بیاد بخش خصوصی براش ارزیابی بکنه، بخش خصوصی که میتونه مرمت کنه فعال بشه و بعد دوباره برگرده به مردم. اگر این رو به عنوان یک چشم‌انداز واقعی ببینیم که به نظر من واقعی‌تر از اون نگاهی هست که تو دستگاه دولت داشته باشیم، اون موقع ما حتی میریم به سمت اینکه بخش‌های مردمی ما بتونن این آثار که حالا دیگه درجهشون معلوم هست مرمت شده، اصلا تمایل پیدا بکنن که اینا رو به دیگران نمایش بدن. به دیگران نمایش دادن یعنی چی؟ یعنی کم کم بره به سمت اینکه یه واحدهایی رو ایجاد بکنن، یعنی موزه های ما بره به سمت بخش خصوصی شدن. اینا ممکنه به صورت مشارکتی با هم کار بکنن. برنامه‌های دراز مدت هستش که میتونه موفق بشه. اگر با این نگاه ببینیم، تا این لحظه در جامعه مجموعه درونی شبکه‌ای کردن در شهر به اضافه اون چیزی که در پیرامون هست، این رو بنابر این باور هستیم که می شود تحققش رو تسهیل بخشید. کسی سوال نداره، من یه دونه دیگه بپرسم. نوشته بودم راجع به ارتباط در واقع مجموعه با این مجموعه‌ای که در آینده آیا دیدید یا ندیدید، با این مجموعه بزرگی که اینجا تو دورخانه بنا داریم، خب فاصله خیلی نیست. لازم بزرگتر که هم بحث جهانی بین‌المللی که دیدیم، فکر می‌کنم باید نباشه این ارتباطه رو چون با اطراف دیدید با مراکز بزرگتری هم که الان مثل این مجموعه که جا داره آیا دیده شده یا فکرش کردید؟ یکی از برنامه‌هایی که ما داریم که بعد از این برنامه رو نمیدونم چندمیش خواهد بود، در آیا پژوهشگاه خواهد بود یا در یکی از دانشگاهایی که از مدرس کردن خواهد بود، یکیش همینه که اصولاً این اونچه که اینجا راجع به پیرامون بلافصل و بعد پیرامون اندک گسترده تر و یا من اشاره کردم شبکه‌ای بودن، یه بخشی از یک کار بزرگی است که یه بخشش رو آماده کردیم، یه مقدار بیشتر زمان می‌خوایم آماده بکنیم تا ارائه بدیم که اونجا اصلا نحوه ارتباطمون با سفارتخونه‌ها، با مراکز فرهنگی، با باغ‌های پیرامون، هر شود که با خود مراکزی که میراث فرهنگی هست، مثل پژوهشگاه، مثل خودت یا دانشگاه‌هایی که هستش، اینها رو هم داریم کامل می‌کنیم. اونجا زمینه بحث و تبادل نظر بیشتری فراهم خواهد بود.
من اجازه میخوام یه توضیحی رو اینجا خدمتتون بگم. 3 تا تجربه که درش به یه ترتیباتی من حضور داشتم و بودم به من اینو میگه که این 3 تا تجربه که بازار تبریزه، دوم مجموعه فهاد، مجموعه آموزشی کاشانه، سومیش مجموعه دانشکده دانشگاه هنر اسلامی تبریزه. 3 لایه، 3 تا به اصطلاح بخش داره این احیاء مثل شبکه‌ای و مجموعه. یکیش برمیگرده به کسی که اثر رو روش کار میکنه، یعنی ما وظیفه و کار خودمون رو وقتی انجام بدیم، به درستی انجام بدیم، خیلی سریع، مثلا بازار یه چیزی نزدیک 8-9 سال طول کشید که اثرات مرمت به اصطلاح بازار با مشارکت خود بازاریان حتی ترکیب اجتماعی بازار رو عوض کرد. حتی یعنی اون مرمت کالبدی زنده میشه بیشتر است. اون مرمت کالبدی واقعا بر همین ما خیلی مهمه دیگه. مرمت کالبدی اصلا میره درجه انوم میشه، در اثر اون تاثیرات دیگر و چیزهای بسیار مثبتی که در جامعه میذاره اصلا چیز عجیب و غریبیه که خود این نیاز به یه جلسه بسیار جدی داره. مال کاشان در 5 سال پیرامون خودش رو واقعا متحول کرده. الان من وقتی میبینم مال دانشکده یه چیزی نزدیک 7 سال 8 سال طول کشید که الان جمعیت محله جمعیت جوانتر شده. خدمت شما عرض کنم مشاغلی که پیرامون دانشکده آمدن و به اصطلاح مشغول به کار شدن یه چیز دیگه ای شده و اقتصاد اصلا منطقه رو متحول کرده. خب پس یه بخشش خارج از ما اون مردم پیرامون اونن که خودشون رو منتقل میکنن خیلی سریع بدون هیچ بخشنامه‌ای، بدون هیچ فشاری، بدون هیچ قانونی. اصلا این تأثیر آنچنان زیبا خودش رو انجام میده، آنچنان به اصطلاح همش هم به سود او، همش به سود او. اما سومیش من مدیریت شهریه. بذارید من یک کمی رو بیشتر باز بکنم و این رو تقاضا بکنم هر جا میشینیم. من این رو خیلی میگم برای دوستان شاید درازار باشه ولی لازمه و ضروری است. این محدوده مرکزی شهر تهران رو چه عواملی خیلی تأثیر بد گذاشته روش. به خدا من براتون میگم خیلی زیاد نیست. که انبارهایی موجود در شهره، در محدوده شهری که تولیدی هایی که ضرورت نداره اینجا باشه. شما این دوتا رو خارج کن، باش موتورسیکلت میره بیرون، با نتا میره بیرون، ترکیب اجتماعی عوض میشه. انبار بره بیرون، اون خانه های بسیار زیاد که در محدوده محدود مرکزی شهر داریم خیلی هم زیبان، خب مرمت میشه، احیا میشه، برمیگرده خونه میشه، زندگی شبانه هم درش تولید میشه. ولی این دوتا کار باید برنامه‌ریزی بشه توسط مدیریت شهری. مدیریت شهری وظیفه بسیار اساسی داره که بسیار هم غفلت میکنه. حالا غفلتش دلیلش چیز شد؟ مثلا دلیلش اینه که معمولا مدیریت شهری 3 سال 4 سال در یه پستی هستن، این یه برنامه 10 ساله رو میخواد. خیلی دل نمیدم به این. ما فشار به اصطلاح اجتماعی باید وارد بکنیم مدیریت شهری بچسبه به این کار. به خدا اگر این اتفاق بیفته محدوده محور فرهنگی تاریخی شهر تهران در عرض 10 سال یه چیز بسیار متفاوتی میشه. پس این 3 تا لایه هر کدوم باید کار خودشون رو انجام بدن، اما آغاز کار با ماست. در این ماجرا بگم احیا معجزه میکنه.
میشه از تبریز میزدیم به بازاریا. گفتیم تبریزی‌ها با هم متحد شدن، اون چیزی که باعث شد در بازار تبریز احیا بشه و بمونه و مدیریت خوبی شکل بگیره توش بحث همین مشارکت مردمی و بازاریان بود. یه اسمان خیلی زیر بار نمیرفتن، نشده، هنوز هم متحد نشدن، ولی مثال باورچی واقعا همون مشارکت مردمی که خود بازاری‌ها کردن و نتیجه داد و بعدش جهانی شد. این که اونا مشارکت نمی‌کنن می‌دونین دلیلش چیه؟ دولت پاشو بکشه بیرون، مردم یا سر جای خودشون وای میسن. دولت همه جا بی خود حضور داره. من اینو صریح بهتون میگم، به دولت بودم، بیرونم بودم، صریح بهتون میگم دولت بره سر جای خودش وایسه، مردم میدونن چی کار بکنن. بیچاره مردم رو دولت بیچاره تر کرده. آقای دکتر پاپولیازی حرف قشنگی میزنه که یکی از نشسته رو گفتش این آب همیشه در طول تاریخ مال مردم بوده، الان هم بذارید در اختیار مردم بهتر از اینه. سوالی نیست. من خواستم یه تشکر ویژه داشته باشم از خانم مهندس جعفری با ارائه بسیار مسلط و خوبشون که مجموعه کارهای زیادی که انجام شده بود رو خیلی تونستن جمع‌بندی بکنن. عرض کردم با تسلط خیلی خوب و واقعا استفاده کردیم و حالا اونچه که من در واقع از جمع‌بندی کاری که حالا تو این مدت متوجه شدم در مسئولیت داره انجام میشه، واقعا فکر کردم که درسته، رویداد فرهنگی به نظرم خب خیلی مناسبت داره. فقط احساس میکنم یعنی یه ابهام الان برای من هنوز وجود داره که این رویدادهای فرهنگی به هر حال نمیتونه از هر جنسی باشه یا در هر مقیاسی هم نمیتونه باشه، چون عمارت مسعودیه عمارت معمولی نیست. مقیاسش و نفاستش در حدی که اون رویداد هم باید به اون بخوره، از همون جنس با همون مقیاس باشه. مثالی زدید از ونیز، اون استادیوم در واقع فضای ورزشی تو ونیز خیلی این مدلی کار شده. مهمترینش شاید بینال ونیز باشه که 2 سالانه هنری یا معماری داره برگزار میشه و بناهاش هم اصلا فاخر نبوده. یک سری پادگان نظامی رو برداشتن، الان محل مهمترین رویدادی که همه کشورها فقط سر و دست میشکنن که توی این نمایشگاه ها باشن. هر سال 1 سالش مسائل هنری، 1 سالش معماری. بزرگترین معمارا سعی میکنن حتما یه اثری اونجا از خودشون داشته باشن. یه جور منظورم اینه که حتی با اینکه بنای فاخری نبوده، ولی نوع کاربری که براش، نوع رویدادی که براش پیش بینی کردن، مقیاسش آنچنان بزرگ بوده و شایسته که تونسته واقعا به ونیز اعتبار بیشتری بده. من فکر می‌کنم برای مسئولیت هم یعنی باید هی تمرین کرد موارد مختلف با همین کار زیبایی که شد، نظرخواهی‌ها، بررسی‌ها، ولی فکر می‌کنم نباید هم اجازه بدیم که هر نوع رویدادی هرچند هنری فرهنگ ارزشمند ولی به هر حال مقیاس خیلی متفاوت باید باشه که این به نظر من باید یه مقدار خیلی کار سختی هم هست، میدونم کار پیچیده‌ای، ولی یه جوری باید رویدادهایی ممکنه رویدادهای کوچک فرهنگی هم در کنارش انجام بشه به سرزندگی و پویایی اونجا کمک کنه، ولی به هر حال باید به تجربه یا در طول زمان رسید به نظر من به یه رویدادهایی که دیگه یک جورایی هم داره در عین حال هویت میگیره از مسعودیه و هم به هویت مسعودیه در واقع میافزایه. این خیلی سخته ولی فکر می‌کنم باید تو این جهت رفت. هر رویدادی رم در شأن اونجا، شاید شأن منظورم در مقیاس اونجا نمیتونه باشه. یه چیزی هم که دوباره نکته‌ای که من خوشم اومد، رفتیم تو بحث‌های شهری، در واقع حریم بلافصل و حتی بالاتر بیشتر از اون دیدی. اینم البته خیلی خوبه، لازم هم هست، ولی بازم کار سختیه.
بالاخره شجاعت میخواد وارد این بحثا شدن، در عمل پیاده کردن، چون تئوری که حالا همه جا هست و میگن، ولی اینکه وارد شدیم بحث‌های شهری رو میبینیم، اومدیم نظام‌ها رو بررسی کردیم، این خیلی خوبه. ولی خب بعدش بعد من فکر میکنم احساس کردم تو یعنی یه اسلاید دیگه میخواستیم تا برسیم به اون اسلاید بعدی که حالا دارالفنون و چی میبینیم، یعنی برگرفته از اون نظام‌ها که میگید ارزشن و به درستی هم ارزشن، حالا ما فصل مشترک این مسئولیه و این حریم بلافصل و این نظام و این ارزش‌ها چه راهکاری براش داریم، چه لکه‌های رنگایی میتونیم بذاریم یا نذاریم. مثلا میگی چاپخونه اونجا هست، این به نظر من یه ارزشه که اونجا هست. خب این ارزشه چه اثری میتونه رو مسئولیه بذاره، یا مسئولیه چه اثری میتونه رو ارزشه بذاره ارتقاش بده. حتما فکرایی شده ولی خب تو این اسلایدا نبود که به نظر من میتونه و اتفاقا خیلی خوبم میتونه، یعنی اون چاپخونه ها یه بستر مناسبی هن که شاید مثلا سال هاست من یه موقع برای یکی از دوستان اومدم میخواد کارت عروسی بره بخره، رفتم جدیدم همه طرها تکراریه. خب آیا از موتیوا، از نقشایی که توی مسئولیه هست نمیشه یه جور کمک کرد یه مقداری این ارتباط بیشتر بشه، بروزتر بشه؟ قطعا همون بازی برد که آقای مهندس هم میفرماین، بحث اقتصادی که میگین حتما میشه در واقع یه جورایی اینا رو پیوند زد و برعکس حالا چه جوری این موضوع توی مسئولیه که شون بحث آموزش شما دارین که خیلی منم تاکید دارم روش، واقعا فکر میکنم حتی گردشگری در درجه اول هدفش باید آموزش باشه و اون گردشگری پایدار یا اون حفاظت پایدار با آموزش، چون ما میراث فرهنگی همیشه میگیم میراثیه که باعث پند و عبرت میشه، یعنی همون آموزش است. حالا این آموزش اشاره هم کرده بودید به درستی که فقط آموزش کلاسیک نیست، آموزش غیر مستقیم مسلماً اثرگذاریش خیلی بیشتره و جریان سازیش و پایداریش. حالا این چه شکلی میتونه حتی با همون چاپخونه و مسئولیه چجوری میتونه با اون آموزش ترکیب بشه؟ اینا مسائلیه که قطعا هم روش فکر شده، بحث شده. من فقط چون خودم الان داشتم مرور میکردم خواستم که بلند فکرامو مطرح کرده باشم. من چیزی اضافه بکنم. خانم دکترم تو اون گروه 65 نفری حضور داشتن. ما یه برنامه که اون موقع قائل شده دادیم و الان داریم اجرا میکنیم اینه که این 65 نفر رو رها نمی‌کنیم. حالا تعدادی هم دارن اضافه میشن، بعضیشون هم خب ممکنه تمایل زیادی نداشته باشن یا سنها بالاست نتونن، سخت باشه براشون، ولی ما خودمون رو موظف میدونیم که با اون هیئت حالا معروف شده به 65 نفره گزارش بدیم. الان چند جلسه شروع کردیم، میاریم توی مسئولیه گزارش میدیم کارامون رو، کلیاتش رو و حتی کاری که به صورت اضطراری انجام دادیم رو نشون میدیم که این فعلا در محدوده کالبد چیکار کردیم. شاید خوب باشه که تو اون گزارش نتیجه این هم پیوندی مسئولیه با پیرامون بلافصل و پیرامون شبکه‌ای و پیرامون گسترده‌ترش رو هم یواش یواش کار